اگر تو سکل شیشتر یاد نداری که اون سکل شیشتر بشینی مفته که من تز میری رنج کردی من تو از تقل تو اینجا بیامده عباس پیش نرو عباس اینجا پیش نرو نه از کجا پیش نرو هر جمع هم اینجا گایم بابا غلولوشی از اینجا که غلولوشی میفهمی نمیشه نه یک کار کنم همینجا بشه چند دقیقه بفهمیدی ما نمیتونم میرم خوب همین که یک جوری میزنم اون تو میرم باید میرم پس که ما خوب پخته یاد گیرم حال کوه بالا میشی خاطر تو خیلی سنگین یک شیشتن یاد داره تو به سنگین شیشته بیدی نه بفهمیدی چراغ لنگول کو خاموشه خاموش کردم ما خوب پخته که یاد گیرم با میاد سنگین راست میده با برو یاد گیرم خوبه این تو بالا میشی بالا کوه اون تو میرم بالا میرم روش که مار داره کوه خوبه گیلا عباس بالاش بیشتر را میره سگچخت تو هرسه کشته با هوا بالا کرده من هم یاد میگیرم تو سیکو ما به این مردم بگفتین که سکل اینجا گفت فرستادن معنی لعوه زدین که مردم بفهمه از تایم والدی سکل تو سپی استاده میشه باشه که ما برم نزد شما جوانا هیچی به گفت نمیفهمه باشه که ما بیام من نزدیک خودی تو گفت تو که خوبی نمیفهمه گیلک به کجا رفته با؟ گیلکو! این به کجا رفته بگفتن که اینجا بشی آخی اینجا بگفت میبری بر نرو کلگنده بلدم نیه اینجا من حال این کو بلو نشده باشه یک دمی اون کتای تجار ندیده گیلکو! کجا با پالوانا رد از زیر گیلک تو سه که تو من بازی بگفتم که گیلک تکون نخوری از سر جو ولی کار داره بله ماما بیا ماما سکل دست نزنی ماما بیا پیچو بیا چیه ماما ماما یک بچه یک اینای دبالیه رخت درنگ ببرین از شانم و پینک بسته از عقل خواهم یک 99% کمبود داره ندیدین از تو آدم بیعقل‌تر دیگه با کجا پیدا میشه از تو آدم نافهم‌تر دیگه با کجا پیدا میشه بفهمی ماما چی گپ زدن خور بفهمم ماما کجا بیعقل ماما بیعقل همینه که تو چرا تایر می سکل بالا میکنی با هوا کی بالا کردم اون تبله که به جلوی رو زده به خاطر چی زدم یعنی من پرش دادم سیکولالا ما برای تعمیر میگم خب صدها جوان به می کار از بین برفت حال رد نشونه نیه تو دل تو به جوانی تو نمیسوزه اگر نمیسوزه بگو بمه ببخشید ماما که من تو از اینجا تلنگ دوم از اینجا رمی تقل زده بری به پی ماما ببخشید چی ببخشو ماما همسایه خور میپالون گیلک اسم ما این بریم سراغ برو همسایه خور بپال بیا با پارکینگ که ما خودت گپ زدم چری ماما این کار ممنوعه
ماما خوب ببخشی ماما. پس کو. ماما ببخشی ماما سکیل از منی ماما. ببخشی ماما دیگه تکرار نمیشه. چی ببخشیم؟ بالا سکیل تو استاده میشی ببخشیم. این کار از بخشیدنه. ببخشی ماما الان میریم به سراخ میریم. بخیر بنی ماما. برو. بیا بدم پارکینگ بیا. کجای پارکینگ ماما؟ بریم ولی بتون نشون بدم کجای بیا. ماما دیگه تکرار نمیشه ماما. سکیل کاله ببرم به اوزا تحویل کنم دیگه اشتباه نمیکنی. ماما گیلگو خاک به سر توشه گیلک تو بابا کجا خود گم کردی گیلک بلو کو اینجا بخواه شده مایه شوم شه لالا این کار حالی نشده باشه لالا بله عباس ایشتنه پیدا دنجره چه کاره لالا؟ کنیم برار جو مکنو بله شما کنیم لالا بیامدیم اینجاگانی شوم شد شما اینجا اسمم گیلکه گیلک اسم شما شوم شده شما اینجا خوبیم شوم شده؟ انیسه کنی راست بگی ما همسایه مانه کی همسایه شما؟ عباس شما از کجایی؟ ما از سراخو بیام دیگه اینجا چه کار کنی؟ کی؟ تو ما به چی کار بیامدم؟ گوشبنده و کوکه چی میگی برو؟ تو چپونی؟ خودی کسمس یه میدی لالا بس اینجا گو خودی کی؟ ما نون کبو خوردیم ما و عباس همسایه ما بیامده که پرشت بدیم پرشتیم اینجا گو آمده ما موتور خود پرشت بدیم به تاجیک کوهایی تا بگشت و مونده شدم ما آرال اینجا خیو مر برده لالا هنی شوم شده آخه به شوم کی موتور پرش میده حالا اینجا کنه مگذارم موتور پرشتیم ما چون ما عباس همسایه من سکل دومات مر بیاورده گفتک بریم وقتی برو به خونه وقتی که شوم شده عباس سکیل بیار مر بیارد ببرد به سلام کم نمیشه دل پر غم ما بی غم نمیشه دل پر غم ما بی غم نمیشه دوا از ملک خارج گر بیاریم به زخم دل ما استنیم رمضان جانی یا راستی بخیر سلامتی میگم کجا بخیر کجا میرین بابا همی سکل من چون گیلک بردشته به کجا برفته که از صبح تا حالا هرچی میپلم درکای اونیه حالا که من برم بعد دیخو برم که کار دارم سکل شما
همون سکیلی که تنکی و سرخه. ها دگم سکیل من چند تا سکیل دارم. همون سکیلی که اونداییه. الان تو با بیا بغضی حسنی بیبی خور بگو. نه برارم همون سکیلی که اونداییه. یک سکیلیه دوماتونم به سرا شما میارم همونه. 1 سال همون سکیل منه تو ای باباری و حساب مرا میری. خاطری مال امران بسیاره. گندان مبان باشه همون سکیل چه مال بدیدم. به کجا دیدی؟ دست عباس بیدم. عباس کینه؟ عباس به چی مامان رو؟ من چی میشناسم؟ بچه خاله مگونیه که بشناسم. کی است؟ کی است؟ عباس همسای ما سکیل ما به دستی بوده. بایو او شیسته بیده میکردی لکه پشت زره. راست میگی؟ گردان مبان باشه اگه لنگه ما دروغ بگم. به کجا بود؟ ها همی سراغ که میبینی رو طرف شهر میرفتم. آنه او سکیل تا تریش تکه تکه نکنه میاره. برم با سرغله چیز میگی سودا مودای بخرم. بابا من جرات نمیکنم که این واسکات خود دست می گیلک بیری کنم به سر میخ بزنم. چیه؟ هیچی خوشی میگم مثلا تاکیساج ما چیه؟ همستم واسکات خود میزنه به سر میخ میبینید تاکیسار بپلید کلیر وردش تا خود بگیری بیریش. همین سر نمیگه که همی آدم کار داره همی ساعت جنجال به خانه نمار همین میگم دیگه به کار دیشتم بردم اگه به کار نمیدیشتم برارم نمیبردم. ایت گیلک آدم مهمی شده که با سکل مر به کار داره حاله که من کار دارم چه کار کنم؟ خب حاله میگه عباس میگی کیر میگه می شماره تلفنی چیزی داره بگیری یک زنگ بری بسی اونی مامان رو داری اون یعنی مامان رو داری میبینی؟ همون کل سفید؟ بلیو همون باش که ما برم سر کنم کی بچی ازی به کجا رفتی سکل من تریش کردم تکه خواه کرده باشم همینه دیگه سزای نیکی بدیه تو بر میخیدی میای به خونه ما دست خیلی باکن گیلک ببرده سکل تور بایده دیگه چشمتو نفته. ماما جان ماما نبروز یک دقیقه بسکن. سلام علیکم. سلام علیکم. خیاریم بخیر سلامتی. خوبه. بر بشناخته ماما جان. نه. ما دومات گیلاکی نایم رمضان. خوب. بله همی عباس بچی شما نه؟ بله. این بچی شما عباس مثل که خودی خسور بودی می گیلاک همی سکل مراسلا بیرو کرده برفته ای بری بر. الان ازم صبح مرچ گشتم ندیدم گیلاک کرد. که جیر خسور بودی می گفت اک صبح مثل که خودی عباس بچی همسایه ما گیلاک سکل بیرو کرده بوده ای میرفته. شما این بچه خودم یک زنگ بزنه میگم همین سکل بیاره که با کار دارم. کاکا جو یک چیزی به تو بگم که گپن بابت کنم. بچه تو خر سوار نشده. با او سکل سوار میشه کاکا. حالا اگه خر سوار شدی یا اسب سوار شدی یا نشده حالا سکل مر سوار شده به طول زندگی برای اولین بار. من میگم کار دارم یک زنگ بزنیم اگه چی خوب پرسان کنیم اگه سکل ما سوار نشدی با هر چی ماست ما اگه کجیر بدی چه سکل نمیستونه که برار دیوانه خوب. همون کجیر میتونه از اون برار دیوانه خوب سکل بستونه. همون کجیر زوره میکشه که به گیلک بگه سکل بده. یعنی کجیر ادمن بده که عباس بچه سکل شما سوار بده؟ بله ها دو پشته سوار بدن گیلک و عباس خودی هم سوار بدن ها. بچه شما یاد داره سکل؟ بله عباس کجایی؟ شما مهرات؟ اونجا چی کار میکنی؟ گیلک سکل پرش داده بیده؟ تیاره دیگه. بابا جمعه تو کجا رای کردن؟ نگفتم برو تو بده کن خوب برو. با تو خود گیلک چی کار داری؟ خود چرا نمیای ماله؟ سکل بگشوندم. انان گل بیار شطور. کی گشونده؟ غرفه دمده؟ انا گل بیار شطور درست کن. خدا فزانه میایم. به کجایم ماما؟ به شام ایرات. سکل پرش میده او به بام ایرات ماما جیگر شام ایرات نیه بام ایراته. اونا به سکل پرش دادن و سکل نوی رو سالم نگاه میدارم. کاکا جو من مردم قدیمه من چی میفهم که بام ایرات چیه شام ایرات چیه؟ خب ماما جو امیق شما به این بچه خود نمیگین که این سکل یک مسلمان تو میبری به بام ایرات دلبند که بزو نگاه نمیداری. سکل نوی اگه خود بزنم یک جامعه خود نرم نور کنن صبح بای خنگیر به منه که سکل از تو بوده. کاکا جان خصوصی خوب فهمونه.
او کو سادی او کو تموم امید دی دست بعضوابه بچی و شیاره فهمیدی شما که اون میشناسه خودی و چره رفته حالا بیا بریم که سکل تو خلاص کنیم برکن بیا بریم بیا بریم الان تاشون با برات شما بده آخر چه کار کنم مولا کجا بتونم ماما جان یک ذره بچه آدم میفهمون آخر خودی گیلا که نما خیشی نمیکنه بابا سکل خو قلف بکدی پیاره خوبه گردم دیگه خلی به تاس که واسکات منور میداره اشته وردی شاید تا کسی واسکات تو